مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که روز 14 مارس سال 2024 تقریبا ساعت 12:30 در کیلومتر 308 شورای دوشنبه کولوب قلعه خم خورخ قلمه در حدود جماعت دهات نولوند نویه درواز راننده ماشین جیپ تمغه تویوتا لند کروزر عبدالمومنوف عبیدالله سال تولدش 1987 ساکن نویه دنغره که از سمت شهر دوشنبه به سمت شهر خورخ حرکت میکرد از اوده دوره ماشین نبرآمده است و به سمت مقابل رو برآمده به قسم پیش طرف چپ ماشین برکش تمغه شکمن تحت اداره راننده غلام علیوف نظری سال تولدش 1966 ساکن نویه شغنان که از سمت نویه مرغاب به سمت شهر دوشنبه حرکت میکرد برخورده است. در نتیجه راننده تویوتا لند کروزر و مسافران آن علی نظروف میسر سال تولدش 1995 ساکن شهر خورخ، تقای مرادوف دلاور سال تولدش 1974 ساکن شهر دوشنبه، مظفر شایف امام نظر سال تولدش 1991 ساکن نویه شغنان جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیدند. مسافر دیگر این ماشین جمایف جانبک سال تولدش 1983 ساکن شهر دوشنبه جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. وزارت کارهای داخلی گفت اوید این حادثه تحقیقات ادامه دارد. در همین حال در تشکیلات جمعیت برگ سبز گفتند که راننده و مسافران این ماشین جیپ کارمندان همین سازمان اکولوژی بوده که با سفر خدمتی برای راه اندازی یک لوحیه مربوط به محیط زیست به خورخ سفر داشتند. به گفته همکارانشان ماشین کارمندان برگ سبز در موضع جماعت نولوند دچار صدمه شده است. راههای تاجیکستان از لحاظ صدمه‌های مرگ‌آور راههای پرخطر دانسته می‌شوند. سال 2023 در راههای جمهوری در 1111 صدمه 519 نفر به هلاکت رسیده، 1179 کس دیگر مجروح شدند. راههای خراب و ولنگار، سرعت بلند، رعایت نکردن قاعده‌های حرکت از سبب‌های عمده صدمه‌های مرگبار در راههای تاجیکستان نام برده می‌شود.